дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар вилояти хатлон қарзи андоз ба беш аз 1091 миллиону 845 ҳазор сомонӣ расид. боздошти дубораи эшони сироҷиддин дар тоҷикистон. нархи чиптаи ҳавопаймо аз русия ба тоҷикистон озод шуду, вале на камтар аз 395 евро. дар русия мехоҳанд марзро барои бархи муҳоҷирон кушоянд. кадомҳо? олимон мегӯянд ковиди-9 10 баробар тезтар паҳн мешавад. бо шарҳи пурраи хабарҳо бо шумо ҳастам Муниса Тамулоева. салом. дар вилояти хатлон давоми 10 моҳи соли равон 10 шаҳру ноҳия аз иҷрои пурраи нақшаи қисми даромади буҷет набаромадаанд. طبق اطلاع کمیته انداز کشور شهر و ناحیه‌های باختر، کشانیان، وخش، خراسان، قبادیان، عبدالرحمن جامی، 5 شهر توس، لیبکند و شهر نورک در 10 ماه سال جاری نتوانستند که نقشه اندازها را پورا اجرا کنند. در همین حال منبع قید کرده است که شهر و ناحیه‌های دوستی، جلال‌الدین بلخی، جیهون، یاوان، ناصر خسرو، کلاب، مومن‌آباد، واسع، همدانی، فرخار، دنغره، تیمورملیک، خوالینگ، شاهین و بلجوان در این دوره از 100 تا 109 درصد قسم درآمد بودجت را اجرا کردند. در ریاست انداز ولایت خاطلون قید کردند که حالا در ولایت خاطلون بقیه قرض انداز بیش از 191 میلیون و 845 هزار سومانی را تشکیل می‌دهد. کارمندان مقامات حفظ حقوق تاجیکستان اشانی سراج‌الدین که به گمان راهبر گروه غیررسمی سلفیه به شمار می‌رفت در محل اقامتش در شهر دوشنبه بازداشت کردند. به نقل از سامانه تاپ-تیجی این بار دوم است که اشانی سراج‌الدین را کارمندان حفظ حقوق جمهوری به همراه تعداد از شاگردانش بازداشت می‌کنند. گفته می‌شود که هنگام بازداشت کارمندان مقامات حفظ حقوق کتاب‌ها و کامپیوتر شخصی او را نیز با خود بردند. سبب بازداشت دوباره راهبر غیررسمی گروه سلفیه شرح داده نشده است. راهبر آژانسی اویاسیای گراجدانی تاجیکستان از آزاد شدن نرخ بلیط هواپیما در پروازهای چارتری از روسیه به شهرهای تاجیکستان خبر داد. اکرام سبحانزاده تاکید داشته است که برای پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان دیگر نیاز به ثبت نام قبلی در سفارت و کنسولگری ها وجود ندارد و کارگران مهاجر بیکار شده تاجیک می توانند از نمایندگی های شرکت سامان ایر و شرکت روسی یوتیر چیپتا خریداری کنند. اطلاع داده است آژانسی اویاسیای گراجدانی تاجیکستان. در همین حال او تاکید داشته است که نرخ بلیط برای هر مسافر 395 یورو مقرر شده است. با سبب پاندمیای کرونا ویروس یکی از مشکل‌های کلیدی در ساختمان‌ها نرسیدن قوه کاری می‌شود، تاکید می‌کند جانشین سربازی روسیه مراد خوسنولین. حکومت روسیه می‌خواهد به مهاجران ساختمانچی اجازه ورود به کشور را دهد. در این باره در هفته نشست مطبوعاتی معاون نخست وزیر کشور مراد خوسنولین اظهار داشته است. او در هفته سخنرانیش تاکید کرده است که با دلیل پاندمی کرونا ویروس یکی از مشکل‌های کلیدی در ساختمان نورسایی قوه کاری گردیده است. در ساختمان‌ها مهاجران زیاده کار می‌کنند. وقتی محدودیت‌ها جاری شدند، بیشتر آنها به وطنشان رفتند و اکنون برگشتن نمی‌توانند. با همین دلیل هم در ما تا رفت نورسایی قوه کاری بیشتر حس می‌شود، گفت معاون نخست وزیر. نوع دیگری کووید در اروپا پیدا شده است. عالمان میگویند فعلا اکثر کشورهای جهان را ماس همین نوع فرا گرفته است. کووید 19 از پیش دیده تیزتر پهن می شود ولی بیشتر آسیب پذیر شده است. خبر میدهد مجله سکرینز. عالمان از کارولینای شمالی در آمریکا در پی یک تحقیقات معلوم کردند که کووید 19 باز شکلش را عوض کرده است. نوع جدید ویروس D614G در اروپا پیدا شده، اکنون در تمام جهان پیدا شده است. معلوم شده است که این نوع ویروس در قیاس با ویروسی در چین پیدا شده 10 برابر تیزتر پهن می شود. در پی تحقیقات که در بدن حیوانات گذرانیده شده است معین شد که D614G با موادهای دارویی که در اساس آنتی‌سل آماده شدند آسیب پذیر می باشند و شکل سبکتری کرونا ویروس می باشد. بنا به خلاصه عالمان ویروس اروپایی قفس سینه را بیمار می کند، در حالی که ویروس چینی به دل، روده ها و گرده ضربه می زند. رالف باریک پروفسور همگیرشناسی دانشگاه کارولینای شمالی گفت همه واکسن‌هایی که در اساس شتم اصلی چینی آماده می شوند از شتم نوی ویروس خوب محافظت می کند.
сомиёни азиз, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо тансиативу некномиро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоотии хабар. аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.